مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با ابوالقاسم لاهوتی 14 ماه 6 سال 39. رفیق مهربان لاهوتی، من در پیش شما خیلی خود را گناهکار حس می کنم که به بسیار خطهاتان جواب ننوشتم. سببش سرگردانی های غیر منتظر بود. در وقتی در کورورت بودن خواهرتان چند روز کمال بیمار شد. بعد از قدر بهتر شدن او در 17 می خالده بیمار شد. بیماری این به وقت امتحان سالانه مکتبش راست آمد. شما خوب می دانید که بیماری بچگانی که در وقت پیری پدرشان رویده باشند با آن پدر چقدرها بد تأثیر می کند. مشکلی کار در اینجا هم بود که این بیماری ها در نبودن مادرشان روی داد. مسئله مشکلی دیگر مسئله آزاد کردن خالده از امتحان سالانه بود. اما با وجود قرار کمیسیه دکتران، دیرکتور مکتب قبول نکرد و به امتحان دادن مجبور کرد. او در حالی که 38 درجه تب داشت در 23 می از 2 درس امتحان داد. با وجود این از یک بهای خوب و از دیگری که نوشتن زبان روسی بود میانه گرفت، لیکن تبش هم به 39 و زیادتر بران رسید. وقتی که خالده را برای طبابت باز به بیمارخانه بچگان بردم، دیرکتور بیمارخانه حکایتی از امتحان آزاد نکردن دیرکتور مکتب را از من شنیده سخت شورید و خط نارضایی و تهدیدآمیز کرده عاقبت او را از امتحانها آزاد کنانید. بعد از آن به طبابت مشغول شد. در 3 و 4 ایون خالده رو به بهتری آورد و بیمارخانه بچگان او را برای ماه ایول به ساناتوریه تعیین کرد. در این میان من از سیوز نویسندگان تاجیکستان تلگراف گرفتم. آنها را برای دیدن قسم کلاسیکی المنخی که برای 10 سالگی تاجیکستان ترتیب دادنی بودند مرا جغ زده بودند و این دعوت خود را از نام سیکه می کردند. من به قبول کردن این دعوت مجبور شدم. دیرکتور بیمارخانه بچگان در این سفر همراه خودم بردن خالده را هم توصیه کرد. تبدیل هوا خصوصا به طرف کوهستان برای این بچه نافع است گفت. من هم خالده و کمال را همراه خود گرفته 7 نوامبر برای استالیناباد برآمدم. انا در همین میانه ها برای مقدمه نوشتن به تاجیکستان نام مجموعه شما از زینگر و اکرامی تکلیف گرفته بودم، لیکن برای این کار لزومی دیدن آن مجموعه را نشر کرده جواب گردانده بودم. بعد از این مراسله با زینگر مجموعه شما از طرف خودی شما رسید، اما همراه خودش از شما مکتوبی نداشت. با وجود این من به مقدمه نوشتن خودم رضایی شما را حس کرده انا در میانه همین پریشانی ها مقدمچه نوشتم و در استالیناباد در ماشینکه چاپ کننده یک نسخهش را به زینگر و دیگرش را با نسخه مجموعه تان به شما فرستاده استادم. البته در چنین وقتی پریشانی مقدمه خوبی نشد، لیکن موافق قاعده ما یدرک کله لا یترک کله عمل کرده به فرستادن این پارچه جسارت کردم. من نیت دارم که 17 ایون اگر بلیت راه آهم به دست درآید به سمرقند برمیگردم. با سلامی رفیقانه
عینی. به محترم بانو سلام رساندنتان را و بچگان را از جانب من بوسیدنتان را آرزو دارم. مجموعه و مقدمه را به خادم تاجگیز سپاریدم که پاسلکه کرده به شما فرستانند. عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با محمد جان رحیمی 24 ماه 7 سال 39. رفیق رحیمی، شما در خطتان از کار دیگرم پرسیدید. معلومی شماست که کار دیگرم رمن هاست. اگر تا حال نشده باشد، بعد از این در همین کوارتل می شدگیست. هر وقت شود می فرستانم. مرا در ماه سپتامبر برای لغت به بعضی اکادمیا جغ زدگی بود. اگر تا آن وقت آن چیزها به دست ندراید، در وقت حضور خودم به دست می درارید. حاضر کار نقد و ضرور. و دوم چیزی ماشین پکریشکه است که از رفیق پولادوف می فهمید. اگر امروز تا بیگاه یگان اروسیدان پیش آید، از وجه تلگراف هم می کنم. وگرنه همین خطی مرا رسمی دانند و نترسند که پولشان به من می سوزد. اگر لازم دارند پیشکی هم پریوات می کنیم. با سلام رفیقانه عینی. در وقت بیماری خطم بسیار بدخوان شد. اصلی چی بودی گویید که لونجی تو درد کرد گویید. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت